واقعا زده پویز اگه جامد باگی موشنه گیتا رفت زرش برادرها خر بودن نکات تو پیکست چیه سه کنم باشه باشه پچک کنم باشه. السلام علیکم برادرای خواهرای عزیز. همین کدام آدمی که همینجا شتگی اگر ماشین داشته باشد قندش خورد. من در شما قایل ماندم. حقیقتا شما آدمای با عقل دانای زور بودگیتون. برای چی؟ برای که همین روز من یکم بار ماشین های کردم در حیاتم سرام وایران شد. وای ماشین میشتگی وای ماشین که بعدی که گراندی حیات با سر میشد است. گاز ترمز سپلینی ویپلینی ترمز نوی کیمچی روچنیک زنی فیر لیوینی فیر کیمچی فیر لبوی کیمچی بو وای با همش وای کینوبکوی بعدی ذکرات بعدی که راه با برآمدی با حیات دیگه سر میشد است. سالی راست بگیری اگه دانگی اون ماشین میزنی سالی که چپ هم کنی دانگی وای میکنی اگه سالی که گوشه درآمد اگه کامپیوتر که کوچکش دیگه نیست. وای همین چیزا من حقیقتا قویل موندم دیگه قندتون خوردم. دیگه خیلی من اودش برآمدم. من سریشته کار تونستم. برای چی؟ برای که داشته حتی آدمایی که همون راه رفتگی هایم همون طرفی قندت خور میتونسته گفتن اکن گابز نشده ادور نشون دادن. ادور طرفی ما هم ماشون تو کنان دونه بودگی تو کالت زر کار میکرد قندت خور گفتم. با اخیرا میگه که تو حقیقتا زر نیا میکردی هم وقت های کروسه که میگه دو تا چشمت آرا نمیکنی زور بچه بودگی با ما همشون با طرفشون میدیدی کنم و همون گیتون راه هم دامان گیتون سیگنال همون بابا بوبو گوشانی اون نکنه همه طرفی ما دونه بودگی بقواز بودگی زور بودگی باخر بودگی ما همشون خوب و کامپیرو باشه نمیدونم پیشتم کیم چویا پروفتاس داره ما طرفی کامپیرو بهم یوکرین تو کنم حقیقتا نه یکی چیزاش نفهمیدم همون میگه که همون روسی بیام از کو داروگا بیز دوراکوف نبیواید گفته همون ماشین که های کار برآمدم همون موبایل کوچه برآمدم من همه طرفین بابا بابا کرده یا آدمی نه دیوونه میوای نمیدونم دیوونه خونه گرفته میچخن در طرفی همون یک تا وای کتی داوید اومد همون طرف ماشین با بیچاره کسال میچیده یک چوبک گیته سو رنگی که سفید کو سیاه راه کشیده سو همین طرفی به داوید اومد آتار تو وام همین گاز ذکرم باشه باشه پچک کنم باشه که همون آدمایی که من قندت خور افتاده فرونده که قارساق همه من نمیدونم همه گرنگ میکرد میچیده همه آدم و دیدم که آدم با معقول شد یا من نگاه کنم که طرفی راه با 4-5 دیگه جوروش اما اگه جو فهمیدم جوروی همین سر و تناشو مولن هم ماشون هم خیلی چیزا پشتگی هم ماشون هم خیلی شبکو پشتگی خیلی داشتم با دستی ویا با خیلی چوبا همین ماشین طرفی همونو گفتم برده وای هم ذکرم همین بعدی که وای هم ذکرم وای همه آدمای گیتون ماشین فرامده دستامو مگم بالا با دستامو پیش تو مگم بالا با قندت خور همین قرصک مردم من خلاص کردم نه که خیلی ماشین خیلی یک بلوک راه رفتم و یک چیزش نفهمیدم ده همون رفته سو بودم که یک جویت نیا کنم کدومش بابای نرابه صورتی پویز کشیده مونده است. صورت پویز خاکو یخته هم نغز نکشیده است. اکو پسرچی من همون نغزتر میکشد و همین صورت پویز تماشا کرده ایستاده که بدم که همین یک موبایل گویتون واقعا زده پویز اگه جامد باگی ماشین که طرف دستم به یک همون رولش مون تمام پویز وام رفت ماشین نیست یا همون استالش مونده و رولش مون آدم ها خیلی داوید آمدن تو چو کرد تینجی می تو من افتم من نمیدونم این پویز اگجا آمد چین شد این این افتم صورتی پویز همجا زده موندگی زنک مگن زنکی پویز من افتم بعد چو کرد از این زنکی پویز همین مگن این صورت باشه دیگه مگن یعنی اگه همجا صورتی پویز فهم که پیشت بعد پویز می برود یک 5-6 کیلومتر پیشتر صورتی دختره که اروپایی قدی کچکچه ایستادگی بود بی سر و تن راه پر نبود که همون دختره که اروپایی و من اگه جا فهمم که بعد صورت پویز اومدنش ممکن بوده من گفتم این حقیقتا برادرایی که ماشین های میگن خنداتون خوریتون ماشین خیلی اخته عذاب ندادون نه که همین برای ماشین های کردن اجازت نامه گفتنش کمتر من با وزبینی کرد حقیقتا برای که همون اجازت نامه میدادگی خودشون من حیران و یا کلاشون چیو هست وقتی همون امتحان سپردن به یک صورتی خیلی سرخه که کشیده سو موبایلش به سفید کرده سو میگه که این چی
مفتم نمیدونم این چی این میگه عکسی چی مفتم من کجا میدونم این عکسی چی این میگه این کرپیچ مفتم اما که این کرپیچ نه و کرپیچ در فرق سرد میزنم گفتم همون شاید جاش میبیاد من میفهمم که این کرپیچ نه این گفتم این رنگ سرخه که موبایلش سفید این چی اینگه مگه ولی مگه کرپیچ اگه همین کوچه و همین صورت بینی اگه فهم که همونجا رفتن ممکن نی آخه من گفتم اما همین تانکوچه پیش از تانکوچه در آمدن همون نویسته مورد همین رنگ آدمی زاد که در آمدن من است که همه آدم همچه ندارد و تو این میبی و تو این صورتی کرپیچ میبینی و کلت با تو این چیستان برای این ازیاد میکنی که تو اوجه 26 کیلومتر در آمدن مونده میری مگه تو نفهمی باید نکن باید چیزا بود است مگه که ملینش صورتی چی یا کنم یک کبود ما افتم این کار میدونم این چی مگه که این توپیک توپیک است یا توپیک این نیوانه برادرها این همون امتحانی برای حجت اجازت نامی های ماشین هایگویی گفتنش خودش براش تو باید 50 سال سرده وایران کنی که اجازت نامه گیری باید همون ما حیران که همون صورتی همون کتابچه کی نویستگی این وینه برادران من در شما قائل موندم حقیقتا من در شما قائل موندم با این سویتافوراش گویتون سرخک درگیرد ایستیتون زردک درگیرد تیاری بینیتون سبز درگیرد رویتون این کاره نموشیدگی برای همین زورش برادرها خر بودن باید سرخک می زردک می کبوتک می کرپیچ می مرپیچ می موقع رفتم میگرم فرق ندارد ما بین رمی بالی رمی یقان آدمی که این چوب که درده بیاده که چوبش از دستش میگیری کنی خرمه یک تا میزنی رفتم میگیری با همون به هیچ وقت ماشین اگر نگفته باشیدون نگیریدون زورش یا پیاده یا خرکی